نام چینل ما چیست؟ هم آسمان. دلیلش چیست که هم آسمان شد؟ پروژه هم آسمان قراره نشون بده که آدم‌ها از هر فرهنگی، از هر زبانی، با هر گویش و لهجه‌ای آدمن، انسانن. من، خواهرم، برادرم و تمام افغانستانی هایی که در ایران تولد شدن هیچ کدامشان شناسنامه ایرانی ندارن، مگر ای که از مثلا مثل ما و مجید. من وقتی که ازدواج کردم، یعنی بعد از 29 سال زندگی در ایران، من در سن 29 سالگی دارای شناسنامه ایرانی شدم، چون که عموی مجید عروسی کردم و شناسنامه من تاریخ خورده 1400. من سال 1400 تازه شناسنامه دار شدم. این پروژه قرار درباره همه آدم‌هایی باشه که زیر این آسمان آبی یا سبز رنگ زندگی می‌کنن. زبانشون، فرهنگشون، گویششون، لهجهشون، هویتشون، عقایدشون متفاوته با اون چیزی که احتمالاً مثلا جریان اصلی، جریان غالبه یا مربوط به اکثریت آدم‌ها میشه. ما پای قصه های خودمون و قصه های دیگران میشینیم. در هر صورت یک چیز بگم، یک حسرت دارم، بهتر است بگم یک حسرت دارم از نوجوانی که متاسفانه نشیشتم پای قصه ما در کلان. حالی که در این سن رسیدم حسرت ایرم میخورم که چرا پای قصه های کلان ترایم نشیشتم. 4-5 سال قصه گویی ترند شده، داستان گویی داغ شده. یک ذره دیگه هم کمه که اسونتر خیلی دیگه فاصله ندادیم. نه فاصله نمیتونه، هیچ فاصله نیست. خب اصلا ما نمیتونیم بلاگر بشیم. یعنی هر چی زور میزنیم یا نمیرسیم یا نمیشه، یا نمیخواید، دنیا نمیخواید. آره، کائنات نمیخواد ما بلاگر بشیم. اول قرار نیست بلاگر شیم. این ویدیو است که ما میگیریم. 2 تا ویدیو اول که گرفتیم بدل ما نشیش، سوم ویدیو در همین لحظه، همین چند دقیقه پیش بود، پلی کردیم، آمدیم گفتیم که این سومین ویدیوست. یک دفعه آمدیم گپ زدن ما خلاص شد. فکر کنم 20 دقیقه حرف زدیم. دقیقاً 20 دقیقه گپ زدیم. رفتم پشت کامera که فایل رو ببینیم. یا دیدیم که اصلا اسکرین موبایل گل است. تشکر. خب قرار نیست بلاگر بشیم. قرار نیست یوتیوبر آنچنانی که میگن شویم. یوتیوبر یعنی قرار نیست یوتیوبر زرد بشیم. قرار نیست پشتک یوتیوبر میشیم قطعا، چون که در یوتیوب کار میکنیم. اما قرار نیست که اینجا خبرهای زرد بشنویم، پشتک وارو بزنیم، مثلا شوخی دستی بکنیم، آب بریزیم، وایتکس بریزیم و از این کارا نمی‌کنیم. تیترای عجیب و غریب، چرا فلانی از دیگر نفر طلاق گرفت، ولی در واقع خبر درباره مارمولک نامزادی فلانی همراه فلانی به هم خورد. از این چیزا نه، از این کارا نیست. از این چیزا نیست. ما و مجید دغدغه داریم، مثل تمام آدم هایی که در دنیا دغدغه دارن، حتی اونایی هم که تیتر فیک میزنن. هر چیزی که بگی، هر انسانی که در روی زمین باشه دغدغه داره. اما ما تصمیم گرفتیم که در این چینل واقعا از دغدغه ها گپ بزنیم، از چیزی که هست. نام چینل ما چیست؟ هم آسمان. دلیلش چیست که هم آسمان شد؟ پروژه هم آسمان قراره نشون بده که آدم‌ها از هر فرهنگی، از هر زبانی، با هر گویش و لهجه‌ای آدمن، انسانن. از اون دور دارن میرن و دارن با ما حرف میزنن. قرار بود که یک دور جنگل خراب کردین ویدیومونو. میاییم، خب بیا از نمیایین دیگه، باید کلی خواهش کنیم که بیاین ویدیو پر کنیم. 2 دقیقه دیگه میایم چای میخوریم. اوکی، من واقعا قرار نیست بلاگر شیم. یک چیز دیگه هم هست. ما تصمیم گرفتیم که ویدیوی ما را کات نکنیم. شاید کات بکنیم که طولانی شه و از حوصله مخاطب خارج باشه. حوصله نداره بزنه جلو دیگه. ما واقعا حرف بزنیم. اما یک تصمیمی که گرفتیم، ما قرار نیست اینجا ابتدای ویدیوی ما سلام خوب هستین، یعنی سلام علیکم ابتدایی یا پایان بندی خاص داشته باشیم. نه، بدون کات شروع میکنیم. اوکی، داشتم در پروژه هم آسمان توضیح میدادم. پروژه هم آسمان قرار چون که دیدیم آره که واقعا چیز شد، خاله ها اومدن رد شدن. خاله بودن که تیر شدن. اوکی، پروژه تا آفتاب نرفته بگم. پروژه هم آسمان پروژه پیشنهادی فاطمه است. بالاخره بعد از 4-5 سال اصرار من برای اینکه یه کاری رو با هم راه بندازیم، فاطمه
بالاخره اومد پیشنهاد داد که این کار رو با هم شروع کنیم و بعد از 4-5 سال زندگی مشترک و دوستی و آشنایی تو آلمان در واقع شروع این پروژه زده شد. نمیخوام بگم استارتش زده شد و تقریبا شبیه اون چیزی که من همیشه میخوام و انجام میدم، اینه که تا به یه چیزی فکر میکنم درجا میرم شروعش میکنم، کانالشو میزنم، پیجشو میزنم. این بار فاطمه خیلی ترمز نکشید و خیلی همراه هم بود که اتفاقا سریع کانال زده بشه، سریع اسم انتخاب بشه و سریع فیلم گرفته بشه. قبلا همیشه اینطوری بود که بذار همه چی پرفکت باشه، بذار همه چی 100% باشه، تا 100% نشده شروع نمی کنیم، بذار حتما برای اسمش 3 ماه زمان بذاریم و اینا، ولی حتما کمری آنچنانی داشته باشه. آره واقعا تمام اینا رو داشتیم. اما واقعا چند روز پیش که روم بودیم و من از خبرگزاری‌های مختلف CNN و نمیفهم هر چی خبرگزاری مختلف چیز خبرنگارا رو که دیدم همراه موبایلایشون در حال تهیه گزارش هستن. واسه کردم ببینم مثلا موبایلاشون، واقعا دیدم موبایلاشون آخرین مدل نیست. آره داغون، موبایل شکسته. منظور فاطمه یعنی اشاره فاطمه به همین 8 می فکر کنم که پاپ جدید انتخاب شد، در واقع پاپ لئون 4. به هر حال آره، پروژه هم‌آسمان قراره درباره همه انسان‌هایی صحبت بکنه که زیر این آسمان آبی، یک رنگ. آره یک رنگ، زیر این گنبد فیروزه‌ای زندگی میکنن که البته خیلی جالبه. حالا باز یه اشاره زبان شناسی هم بکنم. رنگ آبی، کلمه آبی در زبان وجود نداشته دیگه، یعنی تو فارسی وجود نداشته، توی انگلیسی هم وجود نداشته، تو خیلی از زبان‌ها وجود نداشته. و اگه شعر حافظ رو خونده باشین میگه مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو. آسمون رو در واقع سبز مینامیدن، یعنی رنگ آسمان رو سبز مینامیدن. به هر حال یک دقیقه میرم سعی میکنم برو نگاه بنداز که چیز آره نشده باشه. این پروژه هم‌آسمان که پیشنهادش با فاطمه بوده، همه چی هم درسته داره ضبط میشه. این پروژه قرار درباره همه آدم‌هایی باشه که زیر این آسمان آبی یا سبز رنگ زندگی میکنن. زبانشون، فرهنگشون، گویششون، لهجهشون، هویتشون، عقایدشون متفاوته با اون چیزی که احتمالاً مثلا جریان اصلی، جریان غالبه یا مربوط به اکثریت آدم ها میشه. هر دومون تو پروژه های شخصیمون یا تو صفحات شخصیمون یا تو رسانه ها، تو جاهای دیگه خیلی کار انجام دادیم، خیلی مصاحبه ها انجام دادیم. چند سالی رو توی کسب و کار خانوادگی فاطمه مشغول بودیم، هر دومون کار میکردیم. اونجا گالری را انداختیم، کلی رویداد فرهنگی برگزار کردیم، کلی گفتگو ضبط کردیم. ولی همیشه فکر میکنم خیلی از آدم‌ها دلشون میخواد که مستقل باشن و این نیاز به استقلال از همون نوجوانی شروع میشه که آدم‌ها دلشون میخواد از خانواده جدا شن. و ما فکر کردیم که دلمون میخواد یه جایی باشیم که به دلایل مختلف مجبور نشیم مثلا تو یک چهارچوب خاصی کار انجام بدیم. منظورم نیست که چهارچوبا بدن، منظورم اینه که دلمون میخواست که اون چیزی که تو ذهن خودمونه رو پیاده بکنیم که لزوما مثلا مرتبط نبوده با جاهایی که توش کار میکردیم. به هر حال این پروژه هم‌آسمان قرار داستان من و فاطمه باشه، قرار صحبت‌های من و فاطمه باشه، قرار زندگی من و فاطمه با آدم‌های پیرامونمون باشه، قرار گفتگو با آدم‌هایی باشه که حرفی برای گفتن دارن. هیچ در واقع چارچوب تنگ و باریکی نداره که بگیم لزوما درباره آشپزی، لزوما درباره مهاجرت، لزوما درباره زندگی در خارج از ایرانه. ما پای قصه های خود ما و قصه های دیگران میشینیم. بهترین حالت است که بگم که میشینیم پای قصه ما، پای قصه مجید پای قصه ما دوتا پای قصه یک آدم دیگه. در هر صورت یک چیز بگم، یک حسرت دارم، بهتر است بگم یک حسرت دارم از نوجوانی که متاسفانه نشیشتم پای قصه ما در کلان، که او زمان حوصله نداشتم در عوالم کودکی خود، نوجوانی خودم بودم. حالی که در این سن رسیدم حسرتی را میخورم که چرا پای قصه های کلانترایم نشیشتم.
که بگم واقعا اون الان مد شده ها، یعنی مثلا اون دوره ما تو این میکروفون این ور میری و اون موقع مثلا میرفتیم خونه پدر بزرگ مادر بزرگم میگفت ای بابا باز شروع کردن حوصله‌شان شروع کردن و الان 4-5 سال قصه گویی ترند شده، داستان گویی داغ شده، میگن تو کسب و کارت باید داستان بگی. سنجاب آنه درخت اینه حرکت میکنه بیسو من دیدم واو چه خوشگله، اینه برنامه کودک هاست. نمیتونیم دیگه دوربینو برگردونیم خیلی سریع به خاطری که مجید از روزی که ما آمدیم آلمان و مجید گفتم من سنجاب دیدم و مجید گفت من ندیدم، به خاطر تا که دیدیم خواستم نشانش بدم. تو فیلم‌ها دیدم. آره خلاصه تو این پروژه قرار من و فاطمه از همین فرصت اندکی که کنار همیم، چون احتمالاً بدونین که من ایتالیا زندگی میکنم، فاطمه ایران. نه هیچ کس نمیفهمه چون که ما در یوتیوب جدید است. مجید برای ادامه تحصیل ایتالیا آمده و ما دومین مرتبه است که ویزه توریستی گرفتم و آمدم مجید ببینم در زمان تحصیلش. ولی خب چون که مجید در ایتالیا در خوابگاه دانشجویی است یا در خانه دانشجویی بود و اینا، من اونجا نمیماندم و می آمدم ایسون که طرف خالاهایم بود، خالاهایم و مامایم چون در آلمان زندگی میکنن و مجید باز از ایتالیا می آمد طرف آلمان می آمد، یعنی آمدن ما برای همش از آمدن استفاده کردیم. آلمان در یک جنگل های بکر و مناطق محافظت شده طبیعی هستیم و این مسیر هر روز ماست که پیاده روی میکنیم و لذت میبریم از این فضا، چون متاسفانه در تهران همچین فضای نیست چون که هوا بسیار آلوده است. کاورش رو قرار کی طراحی کنی؟ کاورش قرار کار خاصی بکنی یا یه فونتی بزن و بره؟ نه یک فونت زیبا، چون که من طراح گرافیک هستم و واقعا اما ترکایی نمیتونم ایرا دیگه چیز کنم. یک فونت خوب پیدا کردیم اون رو میزنیم. قرار فونت پیدا کنی؟ یعنی از همین چیزایی که داریم چیزی تو ذهنت نیست؟ نه از همینا. اوکی که یعنی امشب مثلا ویدیوها رو بذاریم. امشب نمیشه. چرا؟ شاید سباشه. وقت داریم هنوز برای درست کردن. امیدوار هستم که امشب نشد سباشه. آره خلاصه حالا شاید این ویدیوی اول کاری نکنه که عضو کانال بشین. ما هم خیلی دوست نداریم که هی بگیم لایک کنین، کامنت بذارین، عضو کانال بشین، چون فکر می‌کنم اگه ویدیو جذاب باشه این کارو خود به خود انجام میده. به هر حال ما قرار اینجا من یک کوچولو چون که ویدیوی قبلی گفته بودم فاطمه هستم، متولد تهران از مادر پدر افغانستانی و مجید. منم باید مثل تو بگم؟ نه هر رقم که دلت میخوای بابا. منم مجیدم، معلم زبانم، فکر میکنم سرنوشتم این شده، معلم زبانم، دانشجوی زبان شناسی شناختیم و پدرم از مازندرانه و مادرم از گورانهای مهاجر به مازندرانه. این که میگم مهاجر، این مسیر مهاجرتشون از 600 سال پیش آغاز شده. به هر حال همه مهاجریم. اصلا پروژه هم آسمانم دلیلش همین بود. آره دلیلش همین بود که چون که ما و مجید میگم مجبور هستم بگیم دو ملیت. چرا؟ چون که من ملیتم افغانستانی است، بنا به دلایلی که بایی که در ایران تولد شدم. اینال بگم باز خیلی میگن چون که در ایران تولد شدم، ایران قانون داره تحتی که تابعیت نمیده به یک خارجی و من، خواهرم، برادرم و تمام افغانستانی هایی که در ایران تولد شدن هیچ کدامشان شناسنامه ایرانی ندارن، مگر ای که از مثلا مثل ما و مجید. من وقتی که ازدواج کردم، یعنی بعد از 29 سال زندگی در ایران، من در سن 29 سالگی دارای شناسنامه ایرانی شدم، چون که امروی مجید عروسی کردم و شناسنامه من تاریخ خورده 1400. من سال 1400 تازه شناسنامه دار شدم. یکی 600 سال پیش مهاجرت کرده، مجبور به مهاجرت شده، مثل طایفه مادر من، یکی مثل ما در زمان نادرشاه افشار، اقوام قزلباش طرف کابل رفتن و در واقع مسیر مهاجرت شما هم باز همون 300-400 سال طول کشیده، رفتین و برگشتین و حالا خارجی به حساب میاد. دقیقاً. به هر حال تو این پروژه قرار درباره این مسئله
غم انگیز مرکز و حاشیه صحبت بکنیم، درباره آدم‌هایی که ما طردشون کردیم به بیرون و گفتیم چون دیگریان، چون ما نیستن، چون دیگرانن. اصلا میخواستم نام چینل ما و دیگران بانیم اول. آره. ولی گفتم خود دیگری جدایی میاره. آره، خودش تبعیض داره در درون خودش. ما قرار همه این آدمایی که بیرون موندن رو باشون صحبت کنیم، بیاریمشون جلو دوربین، قصه هاشون رو بگیم، بریم ازشون چیز یاد بگیریم و یه جورایی بخشی از زندگیمون رو که دغدغه هر دومون هست، چون تو زندگیمون خارج از سوشال میدیا و یوتیوب و اینستا داریم این کارا رو انجام میدیم، داریم روزمره با این آدما معاشرت میکنیم، میریم پیششون، میایم ازشون چیز یاد میگیریم، پای حرفاشون میشینیم. میخوایم اینجا یه مقدار بدون سانسور، بدون چارچوب، فقط این که خودم و فاطمه هستیم و یه مقدار دستمون بازتره، اینجا کار کنیم، اینجا حرف بزنیم. فعلا چاو چاو. خدافظ.